سلام و عرض ادب دوستا، امید است که جور صحتمند باشین و هر کجایی که هستین لباس عافیت برتان داشته باشین. دوستا امروز میخواهیم که با ساده ترین روش ممکن بود کردن فلش، یعنی فلش بوتیبل کردن به شما در ویدیو آموزش بدیم که چگونه فلش خود ما میتونیم بوتیبل بکنیم. در قدم نخست ما فلش به کامپیوتر وارد میکنیم. آنتی ویروس ما در اینجا فعال است. را یک اسکن میکنیم که این را اسکن کردیم که ویروس نداشته باشه. کلوز میکنیم بعد میریم روی دسکتاپ. روی دسکتاپ خود که رفتیم، روش های مختلف برای بود کردن فلش وجود داره. از قبیل مثلا از طریق CMD هم میتونیم فلش بوت بکنیم و از طریق رفوس هم میتونیم فلش بوت بکنیم. از طریق رفوس یک ذره دردسرش کمتر و یعنی راحت تر است. امروز ما فلش از طریق برنامه رفوس بوت میکنیم. ما اینجا میریم روی برنامه رفوس خودمون کلیک میکنیم. اینجا رفوس فلش هم میشناسه و میریم روی رفوس. خب در اینجا روی سلکت میزنیم اما فایلی را که از قبل در کامپیوترتان دارین. بعد مثلا شما ویندوز 10 11 یا هر کدام ویندوزی را که میخواین او را قبل از خودتان دانلود کرده باشین. ما اینجا ویندوز 10 از قبل داریم در کامپیوترمون. این را انتخاب میکنیم، اوپن میکنیم. بعد اینجا شرایطای برای ما فعال میشه. مثلا میتونین از اینجا تغییر بدین که GPT باشه یا MBR، چون کامپیوترهای معمولا کامپیوترهای جدید از GPT را ساپورت میکنه. GPT انتخاب میکنیم. البته مدل کامپیوتری که ما میخوایم او را ویندوز بکنیم MBR است. این ما MBR انتخاب میکنیم. شما میتونید بسته به کامپیوترتون انتخاب بکنین. دیگه همه چیزش به شکل پیشفرض انجام شدگی است. استارت میزنیم. کلمه استارت بزنیم، به ما پیشنهاد از روی چیز شما انجام میشه. اینجا یک پارتیشن ایجاد میکنه، چیزای قبلی فلش از بین میبره و ویندوزی که ما در کامپیوتر داریم شروع به بوت شدن میکنه. چون این پروسه خیلی میتونه دوامدار باشه و وقت ببره، به او خاطر ما ریکارد خود اینجا توقف میکنیم. توقف میتیم و در پروسه در قسمت آخرش ما دوباره ریکارد خود آغاز میکنیم. خب این پروسه بودی ما هم دیگه کم کم با آخرش رسیده و که فلش ما قرار است بوت شوه. شما میتونین که در رابطه با بوتیبل کردن فلشتان از برنامه های رفوس، حتی میتونین از CMD هم استفاده بکنین برای فلشتان. مشکل نداره که CMD یا رفوس، ولی چون رفوس راحت تر و آسان تر است به او خاطر معمولا بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. دیگه شما میتونین که از برنامه رفوس استفاده بکنین. دیگه چیزی نمونده که تمام شود. و بله، فلش ما به طور کامل بوتیبل شده. کلوس هم میزنیم، میریم میبینیم که فلش ما بوتیبل شده یا خیر. روی فلش ما چپ کلیک میکنیم، به پروپرتیز میریم، میبینیم که فرمتش اینترفیس تغییر کرده و یه از ساده ترین روش ممکن برای بوت کردن فلش.